بنابر حادثه‌های کنونی در اوکراین از جمله جاری گردیدن حالت حربی در تمام قلمرو کشور و بسته شدن حریم هوایی، وزارت کارهای خارجه معلومات زیرین را به توجه شهروندان تاجیکستان می‌رساند. در حدود اوکراین 4000 شهروند تاجیکستان باقی میماند که 101 نفر آنها دانشجو میباشند. در سفارت تاجیکستان در اوکراین روند ترتیب دادن روی خط شهروندانی که خواهش بازگشت به وطن را دارند برآمده شده است. روز 28 فوریه سال 2022 تعداد چنین شهروندان زیاده از 200 نفر را تشکیل داد که از آن 76 نفر به لهستان و 45 شهروند به مولداوا مستقلانه سفر نمودند. تلفن تماس سفارت در کیف شبانه روزی با رقم 380 93 33 61 040 فعالیت میکند که طریق آن دیپلمات‌های تاجیک دایر به مسئله بازگشت شهروندان طریق کشورهای سه مساعدت فوری کنسولی میرسانند. عین زمان شهروندان تاجیکستان میتوانند از اوکراین به لهستان، رومانیا و مولداوا بدون به رسمیت ضروری روابط به مدت محدود تا 14 روز سفر نمایند. در برابر این شهروندان تاجیکستان را ضرور است که با خود حجت‌های تصدیق کننده شخصیت و دیگر حجت‌های دخلدار داشته باشند. در سرحد اوکراین لهستان 8 نقطه گذرگاه سرحدی عمل میکند. در سرحد اوکراین مولداوا 7 نقطه گذرگاه سرحدی فعال می باشند. در سرحد اوکراین رومانیا 10 نقطه گذرگاه سرحدی عمل میکنند. شهروندان تاجیکستان که الکی در حدود لهستان، رومانیا و مولداوا قرار دارند در حالت ضروری می توانند با شخصان مسئول نمایندگی‌های دیپلماتی زیرین در تماس باشند. سفارت تاجیکستان در مولداوا با قرارگاه در کیف خط علاقه دائمی رقم 380 933 36 1040. سفارت تاجیکستان در لهستان با قرارگاه در برلین خط علاقه دائمی رقمی 491 523 820 4875. واتساپ 992 988 61 37 55. سفارت تاجیکستان در رومانیا با قرارگاه در وینا خط علاقه دائمی رقمی 436 604 806 878. واتساپ. از شهروندانی که در قلمرو اوکراین قرار دارند خواهش کرده می شود که تا دستور و هدایت های جاری گردیده حالت حربی را قطعاً رعایت نمایند، با تحمل باشند و تا حد امکان منزلشان را ترک نکنند.